تا حالا جایی رفته که از همون لحظه ورود یه حس عجیبی داشته باشه؟ انگار دیوارش یه چیزی رو ازت پنهون میکنه. داستان اتاق 313 درباره یکی از همین جاست. جایی که هر کی واردش شده چیزی از خودش اونجا جا گذاشته. شاید عقلش، شاید خوابای راحتش و شاید حتی روحش. من فقط گوینده داستانی ترسناک نیستم. من یه ماجراجوام. از اونایی که همیشه دنبال تجربه‌های عجیب غریب و گاهی خطرناک می‌گردن. هر چیزی هم که براتون تعریف می‌کنم مستقیم از کسایی شنیدم که شمایین و بهتون اعتماد دارم. داستان امشب یه ماجرای واقعی از یکی از شماست. از شبی که شاید هیچ وقت مثلش رو تجربه نکنید. ماجرای من از تعطیلات نوروز شروع شد. من و خانواده‌ام، یعنی مامان، بابا و خواهر کوچیکم نگار، تصمیم گرفتیم که امسال برای تغییر حال و هوا به کاشان بریم. خونه‌های تاریخی و گلابگیری‌های معروفش همیشه برام جذاب بودن. بابا یه هتل قدیمی و معروف رو رزرو کرد. اسمش یادم نمیاد ولی اونقدر معروف بود که عکسش تو خیلی از مجله‌های گردشگری چاپ شده بود. وقتی رسیدیم ساختمان هتل خیلی قدیمی و با شکوه به نظر می‌رسید. دیوارش با آجرهای خشتی و کاشی‌های رنگارنگ تزیین شده بود. لابی بزرگ و نورگیرش حس عجیبی داشت. انگار داشتی وارد یه جایی پر از رمز و راز می‌شدی. من عاشق همچین جایی بودم. وقتی بابا کلید اتاقمون رو گرفت متوجه مکث کوتاه مسئول پذیرش شدم. یه نگاه بهمون کرد و گفت اتاق 313 مطمئنی؟ بابا تعجب گفت آره. چرا؟ مگه مشکلی داره؟ مرد لبخند زد و گفت نه امیدوارم اقامت خوبی داشته باشید. این حرفش یکم عجیب بود ولی زیاد اهمیت ندادم. اتاق 313 توی طبقه سوم بود. وقتی وارد شدیم اتاق بزرگ و قشنگی بود. تختای تمیز، پنجره‌ای که رو با حیاط و هتل باز می‌شد و یه کمد قدیمی چوبی که گوشه اتاق بود. از همون اول حس کردم هواش یه جور خاصیه، سنگین و خفه به نظر میومد. ولی باز گفتم شاید به خاطر قدیمی بودن ساختمونه. اولین شب خیلی معمولی گذشت. بعد از کلی گشت و گذار تو شهر همه خسته بودیم. ولی نصف شب بود که از خواب بیدار شدم. صدای عجیب میومد. اول فکر کردم صدای باد یا شاید لوله‌های ساختمونه. ولی هرچی گوش کردم بیشتر شبیه صدای زمزمه ی آدم بود. انگار یکی داشت یه چیزی زیر لب میگفت. بلند شدم و چراغ رو روشن کردم. ولی هیچی ندیدم. هیچی نبود. همه چیز عادی به نظر میرسید. خودم رو قانع کردم که انگار شاید خیالاتی شدم و دوباره خوابیدم. صبح فردا وقتی برای صبحونه رفتیم به مامان و بابا چیزی نگفتم ولی تو ذهنم هی به اون صدای عجیب فکر میکردم. بعد از صبحونه تصمیم گرفتم از مسئول هتل درباره اتاق 313 بپرسم. رفتم سراغ همون مردی که دیشب کلیدو بهمون داده بود. یکم معذب بود ولی بالاخره گفت که این اتاق یکم تاریخچه خاصی داره. سالها پیش یه تاجر ثروتمند اینجا اقامت داشت و یه شب به طرز عجیبی ناپدید شد. در صورتی که هیچ کس نفهمیده که چرا و چی شده که ناپدید شده. از اون به بعد یه سری شایعه درباره این اتاق بوده و هست. این حرفایی که زد هم ترسناک بود هم جذاب و من تصمیم گرفتم که برم دنبالش رو بیشتر راجعش متوجه بشم. بعد اون روز رفتم یه کتابخونه قدیمی تو مرکز شهر. از کتابدار پرسیدم که چیزی درباره این هتل و تاجر داره. چند تا روزنامه قدیمی آورد. تو یکی از مقاله ها نوشته بود که اون تاجر به اسم محسن به خاطر بدهی‌های سنگین تحت فشار بود و شبها صدای از اتاقش شنیده می‌شده. جالب اینجا بود که گفته شده بود بعضی از مهمان‌های بعدی این اتاق هم از شنیدن صدای عجیب شکایت داشتن. شب دوم وقتی همه خوابیدن تصمیم گرفتم خودم یکم اطرافو بررسی کنم. چراغ‌ها رو خاموش کردم و سعی کردم به صدا گوش بدم. دوباره همون زمزمه‌ها شروع شد ولی این بار واضح‌تر بود. منبع صدا انگار از سمت کمد آروم به سمت کمد رفتم. وقتی در کمد رو باز کردم چیزی جز یه آینه قدیمی شکسته داخلش نبود. ولی یه چیز عجیبی داشت. انگار تصویرم توی اون آینه طبیعی نبود و منم به خاطر همین سریع در کمد رو بستم و برگشتم رو تخت. صبح تو راهرو با یکی از خدمتکارای قدیمی هتل برخورد کردم و ازش پرسیدم شما چه چیزی درباره این آینه ها میدونی؟ خدمتکار اول کمی تردید کرد ولی بعد گفت اون آینه از زمان محسن توی اون اتاق مونده. میگن تو آخرین شب قبل از ناپدید شدنش یه مدت طولانی به این آینه زل زده بوده. و اما شب سوم تصمیم گرفتم بیشتر با آینه دقت کنم.
چراغو خاموش کردم و جلوی کمد نشستم. وقتی آینه رو نگاه میکردم به جای تصویر خودم تصویر یه مرد میان سال با لباسای قدیمی رو دیدم که چهره غمگینی داشت. اون مرد لباشو تکون میداد ولی صدای زمزمش به سختی شنیده میشد. ترسیده بودم ولی نمیتونستم چشم از آینه بردارم. یهویی اون مرد دستشو به سمت من دراز کرد و آینه شروع به لرزیدن کرد. اینجا من بودم که ترسیده بودم و نمیدونستم چیکار کنم. با تمام توانم آینه رو برداشتم و به زمین کوبیدم. صدای شکستنش تو کل اتاق پیچید و همه چیز آروم شد. ولی همون لحظه صدای در زدن رو شنیدم. مامان و بابا ترسیده بودن و اومدن ببینن چی شده. بهشون گفتم که آینه افتاده و شکسته. اونا باور کردن. ولی خودم میدونستم که قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. صبح روز بعد بابا تصمیم گرفت که هتل رو ترک کنیم. هممون حس می‌کردیم یه چیزی درست نیست. وقتش از مسئول پذیرش خداحافظی می‌کردم، اون مرد لبخندی زد و گفت امیدوارم همه چیز خوب بوده باشه. چشماش یه چیزی بود که نمیتونستم توضیح بدم. شاید یه نوع رضایت. بعد از اون سفر شبا کابوس می‌دیدم. زمزمه‌ها هنوز تو گوشم بود. هر بار که توی خواب با این نگاه می‌کردم، اون مرد رو می‌دیدم که یه چیزایی بهم میگفت ولی من نمیتونستم بفهمم چی. هنوز نمیدونم اون شب‌ها تو اتاق 313 واقعا چی گذشت. ولی یه چیزی رو مطمئنم که اون آینه، اون اتاق و شاید حتی خود هتل یه راز سیاه و ترسناک رو دل خودشون مخفی کرده بودن.